داستان زال و سیمرغ. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود هیچ کس نبود. در زمانهای قدیم یک پهلوان خیلی شجاع زندگی می کرد به اسم سام. سام هیچ فرزندی نداشت. بعد از مدتها سام صاحب یک فرزند پسر شد. این پسر خیلی زیبا بود، اما یک فرقی با بقیه داشت. فرقش این بود که موهای اون سفید بود. این ماجرا رو چند روزی از سام پنهان کردن و کسی جرئت نکرد بهش بگه. در نهایت سام از این موضوع باخبر شد و خیلی ناراحت و ناامید شد و فریاد کنان سرش رو به آسمون بلند کرد و به خداوند گفت که همه من رو به خاطر موهای سفید پسرم مسخره و سرزنش میکنن و میگن که پسرت شبیه دیوه. بنابراین تصمیم گرفت تا فرزندش رو بالای کوه البرز و جایی که سیمرغ لانه داشت ببره و خودش برگرده. کودک بیچاره بالای کوه شب و روز بی پناه افتاده بود و به جای شیر انگشتان خودش رو میمکید. اما خداوند که همیشه حواسش به بنده هاش هست، سیمرغ رو مأمور کرد تا این کودک رو بزرگ کنه و اینطوری شد که سیمرغ که پرنده زیبا و داناست برای پیدا کردن غذا برای فرزندش از لانه بیرون اومده بود. ناگهان کودکی بی سرپناه رو دید. همون لحظه سیمرغ از اون کودک خوشش اومد و بهش علاقه‌مند شد و از سمت خداوند پیامی اومد که از اون کودک نگهداری کنه. سیمرغ کودک رو به لانه خودش برد و اون رو مثل بچه خودش بزرگ کرد. شبی از شبها سام در خواب یک اسب سواری رو دید که دوان به سمتش می اومد و خبر بزرگ شدن فرزندش رو داد. وقتی سام پهلوان از خواب بیدار شد، کسانی که خوابها رو تعبیر می کردن صدا زد و خواب رو براشون تعریف کرد و ازشون پرسید که آیا پسرش هنوز زنده است یا اینکه از سرما و گرما از بین رفته. اونها خبر زنده بودن فرزندش رو دادن و گفتن که هر کس خداوند بزرگ نگهدارش باشه، گرما و سرما نمیتونه اون رو از بین ببره و خدا ازش محافظت میکنه. سام با شنیدن این حرفها به سمت کوه البرز رفت تا پسرش رو برگردونه. اما هرچه گشت نتونست پیداش کنه. ناامید و خسته به خواب رفت و در خواب کوهی بلند رو دید که مردم دورش جمع شده بودند و مردی به سمت اون میاد و اون رو به خاطر رها کردن فرزندش سرزنش میکنه. سام با اضطراب و نگرانی از خواب بلند شده و نگاهش به همون کوه در دور دست افتاد و بالای کوه جوانی رو دید که خیلی شبیه خودش بود. خیلی خوشحال شد و فهمید که پسرش هنوز زنده است و با شور و اشتیاق به سمت لانه سیمرغ رفت تا پسرش رو برگردونه. وقتی سیمرغ سام رو دید، فهمید که اون برای برگردوندن پسرش به اینجا اومده. پس پسر سام رو صدا زد و اسمش رو گذاشت دستان و بعد به اون گفت که تا الان اون رو بزرگ کرده، اما حالا پدرش به دنبالش اومده و باید پیش پدرش برگرده. اما اون پسر نمیخواست از پیش سیمرغ بره و ناراحت بود. سیمرغ چند تا از پرهای خودش رو کند و به او داد و گفت هر وقت مشکلی داشتی یا توی درد سر افتادی، یکی از این پرها رو آتش بزن و بسوزون تا من خودم رو فوراً به تو برسونم و کمکت کنم. بعد اون رو برد پیش سام. سام وقتی صورت فرزندش رو دید گریه کرد و از اینکه فرزندش رو رها کرده پشیمون شد و از خدا خواست که اون رو ببخشه و بعد به سیمرغ تعظیم کرد و برای اینکه از پسرش مواظبت کرده و اون رو بزرگ کرده ازش تشکر کرد و بعد رو به پسرش کرد و از اون خواست تا پدرش رو ببخشه و گذشته رو فراموش کنه. سام اسم پسرش رو گذاشت زال. زال هم پدرش رو بخشید و با هم به خونه برگشتن.